تو این ویدیو میخوایم یک کیبورد گوشی رو بهتون معرفی کنیم که از امکانات هر چی که فکرشو کنید داره. کیبورد جیبورد که مال گوگله. خب کیبورد گوگل یه سری امکانات داره که مهمتریناشو بهتون میگم. جیبورد گوگل یه سری خیلی شخصی سازیایی داره که میشه به این نوار بالا اضافه کرد که همیشه دم دست باشه. مثلا اینجا میتونید صحبت کنید و براتون تایپ کنه. یا این قسمت کلیپ بورد کیبورد است که 5 6 تا پیام و اسکرین شات های اخیر ذخیره میشه و میتونید استفاده کنید. یا همین قسمت میتونید هر متن یا یادداشتی که بخواید رو ذخیره کنید که همیشه و زود بهش دسترسی داشته باشید. این قسمت گوگل ترنسلیت است که شما میتونید هر متن دلخواه رو به انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای بنویسید و براتون تایپ کنه و نیازی به برنامه دیگه‌ای ندارید. یکی از قسمت‌های مهم و جذاب این کیبورد واژه‌نامه هست که شما میتونید هر متنی رو انتخاب کنید و یک میانبر براش ایجاد کنید و همون میانبر رو تایپ کنید. سریع اون متن براتون نمایش داده میشه که خیلی باعث سریع‌تر شدن کارتون میشه. به طور مثال اینجا میانبر آدرس رو من براش ایجاد میکنم.